مالدیو پایتختش مالی یکی از کشورهای جزیروی آسیای جنوبی به حساب می رود. اهالیش 540,000 نفر، مساحتش 298 کیلومتر، یک کشور ماهیگیری و سیاحی است. سال 1965 از بریتانیای کبیر استقلالیت به دست آورده است. با کشورهای چین، هندوستان، سینگاپور و دیگر کشورها روابط خوبی تجارتی دارد. از روی تقسیمات معموری به 26 بخش تقسیم می شود.